من با یک خلاصه آمدم که بحث در افغانستان خیلی وسیع است. санаи 15 октябр соати 10 субҳ дар ошонаи булбулони китобхонаи миллии тоҷикистон рӯнамоии китоби нома ба панҷшер баргузор шуд. ای مسکن شیران و دلیران پنجشیر، ای در تن تو جان خراسان پنجشیر، ما جانب تو همه دل و چشم شدیم، با توست تمام تاجیکستان پنجشیر. امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان ما مجموعه دست جمعانه تمام شاعران تاجیکستان از استاد مومن قناعت سر کرده تا جوانان امروز را با نام نامه به پنجشیر برای دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی در کشور همسایه پس از موقع گیری درستی کشور عزیز ما با سرور خردمند خودش ما تصمیم گرفتیم که این کتاب را نشر نماییم تا برای دفاع آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق‌های عمومی بشری یک قدم نهاده باشیم. و در این کتاب از استاد مومن قناعت سر کرده، از مسعودنامه استاد مومن قناعت آغاز یافته تا استاد گلرخسار، استاد حق نظر غایب، استاد محمد غایب، رستم وهابزاده و تا شاعران جوان و مطرح امروز شعرهایشان و اندیشه های استاد ستارزاده، استاد انزرت ملکزاده و چندی از دیگر دانشمندانی که به واسطه سفرها داشتند به پنجشیر و از آن خاطره هایشان نگاشتند در این کتاب جا نمودیم و امروز خیلی خرسند هستیم که این کتاب را رونما می نماییم و از سیاست خردمندانه و موقع‌گیری درستی سرور دولت ما پشتیبانی می نماییم. در این نگاشته‌ها اهل زیایی تاجیکستان غصب افغانستان را از جانب گروه‌های تروریستی طالبان محکوم کرده خواستار استقرار صلح و آسایش در افغانستان شدند. من که با احمدشاه مسعود هم صحبت بودم سال 2000 با استاد ربانی در خانه‌اش هم صحبت بودم و از واقعیتی که آن سالها در افغانستان صورت گرفته بود و از نقش آنها در صلح تاجیکان خیلی آگاهی کامل دارم و یک نفر از قماندان‌هایی که آن سالها در افغانستان بود از زبان او یک قصه رو شنیدم هنگامی سفری به پنجشیر سفر کردن پیشوای ملت محمد رحمان و 2 ساعت قبل از این شخصی که این قصه رو کرد شاهد این حادثه بود و یکی از قماندانان معروف در افغانستان بود و 2 ساعت قبل از آمدن هلیکوپتر چرخبال پرزیدنت تاجیکستان او می‌بیند که استاد سید عبدالله نوری حضور ندارد، نیست، با ملاقات نآمدم و این قماندان رو پیدا می‌کند، میگوید در کجاست استاد نوری؟ بعد میگوید که نیست، میگویم پیدا می‌کند همراه احمدشاه مسعود در یک قرارگاهی که گفتند که دیوارهاش خیلی بلند در همون جا بودن استاد نوری. احمدشاه مسعود با همون قماندان میآید، خوب اسکران احمدشاه ماشین‌ها رو به پهلوی دیوار مانده از بالای دیوار میگذارند، دروازه رو میکشوند، احمدشاه مسعود وارد میشود و میبیند که یک تالار کلانی استاد سید عبدالله نوری نشسته است و اطرافش همه قماندانان دیگر. بعد احمدشاه مسعود مستقیم نزدیک استاد نوری میگوید، میگوید استاد نوری میدونی که ساعت بعد پرزیدنت تاجیکستان با اینجا تشریف میارد، چرا تو آماده نیستی؟ بعد میگوید که
این قماندان ها با من اجازت نمیدهند که روم. بعد احمدشاه مسعود با قماندان ها میگوید که خب کجای این سرزمین من هستم. تا زمانی که من هستم نمیگذارم که یک تاجیک خونی تاجیک دیگر را بریزد. و شما صلح میکنید و در صورت صلح نکردن من نسبت شما چراهای دیگر میبینم و اونو میروم موقع صورت میگیرد و نقش احمدشاه مسعود و استاد ربانی در صلح تاجیکستان خیلی بزرگ است. عبدالله رهنما این چیز را از ما شاید خوبتر و بیشتر میدانم. ولی یک چیز مرا اندیشه مطلوب میکند. بعد از 100 سال همون تقدیری که به سر تاجیکان آسیا میان آمده بود عینا به سر تاجیکان افغانستان آمد. ولی بدبختانه 100 سال قبل از این تاجیک پشت و پناهی نداشت و خوشبختانه بعد از 100 سال در سیمای جمهوری تاجیکستان تاجیک پشت و پناه یافت و دستگیری پیدا کرد. سرچشمه این کتاب که اساساً مجموعی اشعار شاعران معاصر تاجیک است و در آخر بیشتر از 5 مقاله پژوهشگران تاجیک علاوه شده است. یک نامه، یک پیامی تاجیکان تاجیکستان به مردم اذیت کشیده افغانستان است که امروز در احاطه جنگ، ظلم و استبداد قرار دارند.